بیلا در بدر شدم بابا مرض می تو ها این باسکیلیه که تو سوار شدی بیلا اشتا کنم من بریک نگیری لامسته بسا کلوا مونده اشتا کنم خدا کنه که بعد رو ندیده باشم بدیدی مرتکم میگه من میفهم 100% میگه اشتا کنم امام جبار کاش که باز آدم صحیح باشه به تعظیم الله واقعا بیلا اگه بفهمه که من بچه ها بزدم اشتا ملاقی خورد باسکیل بخورد به دیوال من چی میفهمیدم که سکل برای که یک دفعه جمع میمونه وامشه خطا خورد خدا کنه که ماما جبار نیایه یک نفر بدید اگه مون نگه که کی زده بچه تو اشتا کنم بابا این جا پرش دادن نبود دیانه ساده بیگ هم وقتی که میفهمی که تکوچه ها آمه که مردم از سرا بیری میشه بچه ها زنکا اینا بیری میشه چرا تو تایر سکل به هوا بالا میکنی پرش میدی سکل هم برای که پس مرگی رو بکن اشتا کنم اگرم برم خود گم کنم دور پرسی میتا برم ای بر بگردم سی کنم چی میگم بعض همسایا زودی رو به چلافتم بردم باری گپ زنیم به چی به چکار شده بشکست پایو لالا غفار گوش کش برار خوب بگردم به من واضح بگو به چی به چکار شده بشکست پایو چکار شده بگرفتی طرف گرفتی که موتور زده به چی مر خو حالا به کجای طرف لالا غفار جو بچه من غیر از پای و دیگه هیچ کاری نشده خب الهی شکر سکو برار جو من 5 دقیقه دیگه میرسونم خود به شفاخونه من تا دم سرا نورالله برم اور پیدا کنم من میایم باور کن بیامدم فقط برم از او پول بستانم بیامدم برار جو بیامدم جگر برار خدا کنم سرا باش نورالله بیرو شده گه خونه به سرا باشه نورالله خیریت بخیر جان شما جوره خیریت باشه برای خوش آمد نگرد نورالله چرا چی گفت چه موادسه کرده به تا شفاخونه پرتوش تا دسته کرده کی زده او نمیفهم کدو بی غیرت بزده و فرار کرده نورالله جو دستم خیلی اگر در یک 7000 امرو بده که من به شفاخونه خود برسونم بچه خود طبیبی کنم لالا جبار باور بکنه تا دیروز ما 5000 پول به خونه دیشتم باور خرج شد برابرت کار خود دیگه باور کنه پولی ندارم به خدا ها یعنی دیرو پول داشتیم اگه اتفاق دیرو به سر بچه من میافتاد تو پول میدادی بریم امروز که اتفاق به سر بچه میافتاد من پول ندارم این تو بگو این گپ نیه لالا جبار همسایه داری چی وقت به درد میخوره اگه من میداشتم همالا میآوردم برای شما میدادم بازم خدا خیر پیش کنه چه کار بود شده کجای نرم شده هیچی پای بشکسته معلوم نیه میگن قلور شده دیگه بجسته طرف اگه طرف به دستم میافتاد ریزه میکردم من میتونم دستا خو حال چیکار کنم لالا نداری پول میدی من بدیشم که عمل بگفتی بازم برو خونه بپرس یک دقیقه لالا عبدالجبار من خبر دارم آی چی لالا خداحافظ شما امی جبار بسیار یک 424 کلاهیه حال معلوم نیه که امی گپ راست میگه یا اینجا خود قربادی رقم کار وکات که 5 6000 بلکه باز از ما به چالاک باشه که من می کارم معلوم بکنم که امی راست میگه یا دروغ میگه سلام علیکم لالا رو نشتنی خیر سلامت چی گپای قرار داری تر خود خیریات خیر کجا بخیر همین تا میرم برو روی به شفاخونه یک چرخه شفاخونه ای بچه خسور بریم جبار بزدم به سکل پایر بشکست و نمچو می آدم نافهم کی بوده که پس زده و بجسته واقعیت همی بچه خسور بری تو راسته همی گم چرا راست نباشه راست دگاه با واقعیتی چی داره اون به پین ده بزدم اونجا پرتو کردم برفتم
چرا؟ خود سربری تو بیام بدم سرامو با ما گفتک بچه جبار. ها گفتک بچه معمیت شده سکیلی ور بزده پای بشکسته خودی هم پوجسته معلوم نیه که کی هسته یک 4-5 هزار پول اگه داری به ما بده به خاطر کمی خسوربری تو امیت یک آدم 420 اعتماد ما بزو نکردم گفتم شادی به ما دروغ بگه و به خاطر من پول بزو ندادم تو سه که ما گناه رم کم کردم نه پول که ما بدادم برای اینا برای چند پولان پیش تو؟ خب 5-6 هزار اگه من داری 10,000 پول بدادم برای اینا که مشکل نه حل شد دیدم بیچاره پادر هوا با من هیچ کس جواب گیرم عباس گپ پتون عباس می خسوربری می 4 کلا مردم وردشته پولا مردم نداده داستان می چپون شد که هر چقیق کشید کسی آخر باور نکرد حالی این هم که واقعیت شده بچی رو میته بزدن هر چقیق میکشه کسی نمیده بره داری بلکه لالا رمضان به خیریت تیر شه دیگه مشکل نخورده باشه بیچاره ما هم نفهمیدم امروز گناه رم کم کردم ولی من میگم خدا کنه مشکل خاصی نفتاده باشه برای از بیچاره که حال خسوربری من چیزی به تا دست پاخون نداره مادر بیچاری و خبر شده میته گریه نمیکنه که کسی نیه که اور چوب کنه لالا رمضان ما خوب از آدم اعتماد نکردم به خاطر از اینکه خود شما خبر داریم با تعمید همه کسی رو میشناسه بازم حاله اگر هر کاری خدمتی اگه به ما هسته ما به خدمتم اگه به شفاخونه کار چیزی من حال خود شما برم اگه پول چیزی به کار دارم من میرم خونه ور میدارم خود شما میبرم شفاخونه اول که بزی بیچاره پول ندادی غیبت رم بکدی که 4 کلاه حالا که با بدیدی که من پول بدادم برای با میگه من چون چه کار و فلان و اگه کار خدمت پولی بکاره و اگه پولی بیدم اول بعد میدادی برای ایت اتفاقا یک وقت برای آدم میفته اعتماد نکردم حقیقت رسید ما به شما بگم دیوار ما هست همسایه ما هست رفیق ما هست اعتماد نکردم چرا که از هر کسی آدم پول استونده دیگه پول مرتگر به اسونی نداده او رو میت سر دهونده یا کلا بازی تیر کرده خیر بریم خدا حافظ کار چیزی نیست من مشکل نرال کردم گات بینی برو خیر بش میزنی و میجی نفهمیدی سلام والا جبار تو رسول الله خیریت خیری هنوز که خود خواهیم تگاب بزنی شکر خدا الحمدلله یک کمک خطر برطرف شد الهی شکر همه گیلاک که تو سیکو خو بچه مر گیلاک زده همه تا زده که تلف 4-5 ملاق زده حال کمپای و تقریبا گفته میشه بشکسته بفهمیدی حالا که بگاج گریتم به شفاخونه پرتوه خب پیش تو آدم آمدم گفتم 10,000 پول به 8,000 7,000 بده به من ندادی هیچ کس به این شرایط روز نمیده اما من بگار امروز گیلا کر یا بزیدی بفهمیدی وردار کنم یا باید مر خوش بسازه به من پول بده چون بچه مر پای ناقص کرده تو لالا جبار نمیفهم اعصاب سر تو خرابی اعصاب سر من خرابه چرا اصلا میرون بتونم او بیچاره ساده بدبخته او از کجا بیاره که بابا تو پول بده که تو پیلون فکر ازی گپ بداری که تو بری ازی پول بگیری از کجا ازی میگیری او چی داره که با تو پول بده چی داره 42 تامول فیلم داره کوکو نداره بگو نداره بخول همی 50 تا 80 90 دونه خرگوش داره نداره بگو نداره اینا چی میشه لالا عبدالجبار خود خور خوم نکو پیش از اون نرو او ساده او مردم ده همه اون میشناسم او توان نداره که با تو توان بده امال بی بیو نداشته باشه دامن مس داره بخونه بفروشم مساقو بفروشم فیلم رو بفروشم خرگوشاقو بفروشم 60-70 هزار تیار کنم پا بچه برسدم شکست پسی تا معلوم میشه لالا عبدالجبار تو از اون روز پیشبر رو بزی بودی که بچه تو تکر کنه بری از مرتکه تاون بستنی برار خوب بگه نورولا جو چری تا گپا بی عقلی میزنی هیچ کس بعد به خانواده خو روادار نیه یعنی من بیت بعد به اولاد خو روادار بودم که پا بچه ما بشکنه من بیام از گلک پول بستونم خب حالی اتفاقی بفتاده مگر سر کسی خود گلک شل کنه دیگه کاکا عبدالجبار از اینکه قال کنی قال فایده نداره اور بریم بشونیم از او پرسان کنیم که می سکیلی که سوار بوده از کینه یکی هم می تاونه که تو از این آدم بگیری تاون برای تو آدم حرومه او با فایده نداره چرا که او آدم یه خنکنده غریب بدبخته بیچاره تو از کجا از اون میبری تاون بگیری یعنی امروز بزد پا بچه ما بشکنه سوا موتور سواش بزن یک نفری بکشه ها نمیشه وقتی که شما اور بشونه اور بفهمونی می کار دیگه او نمیکنه اشتبار دیگه او نمیکنه مونتا من مقدار میگم فایده نداره چرا که چیزی نداره تو اگه خواست بچی بری از 1,50,000 از بستونی به درد نمیخوره چرا همون پولی که تو از آدم بستونی آدم خنکنده چیزی نداره مجبوره بره قرض کنه به تو آدم حروم خلاص گپم میگم بازم اختیار خود داریم میگم برو همون 10 لک روپیه از بستون به من ربطی نداره من از حساب همسایه‌داری به تو گفتم راست از کجا از ما برو پول پیدا کنم بستون باشه ما برم بپرسم که این موتور از کی بوده دو میخوام تو برجا بشی واه گره کو از می درخت ها یک شو بیوام جون تو واکنم
چرا بچه ما رو بزدی و بجستی؟ چرا بچه ما بزدی و بجستی؟ سکل نستان اشته که بچه ها تاکوچه میگم گیلک به پرش میداده موتوره. نه تا سکل خودی بالا بچه دین اومد گفتن بگی گیلک سکل من بگی دست تو باشه پرشته من پرش ندادم سکل تایر به هوا شد بچه شما با باسکل بیا به اکبر بخورد به جونی و سکل بچه سفیشی و من برو سکل بیدم حالی با مرتکه در به در خواهد که بساره چگاه کنم؟ اما دست از کمی 20,000 پا بچه و مصرف داره چگاه کنم به نظر تو؟ از کجا تو بستونو؟ ندارم این چیه ها؟ تمام فیلم مرغات رو صور میدارم خودی خرگوشاتو میبرم مگن میفروشم و پا بچه خود مصرف میکنم. اونا رو من کلام کردم اونا گناه دارم من. گناه داره؟ گناه داری؟ بچه ما که اینجا به تخت شفاخونه پایر بشکستی گناه نداره؟ بله من بچه دین اومد بپرسیم میگن چرا به دست گیلک دیونه سکل خور بدهدی پرش چه؟ چرا بداده به دست تو؟ چرا تو بستونی؟ چرا بستونی؟ خاطر گفت تکه سکل خود میدم به دست تو خود ما کشی داریم امیر خود ما 10-20 سیدی کای کمک کو تا گوشت شیطون میگه بزن سکو گیلک جو جیگاره برون ما تو دوست دارم امروز اگه سکل مردم رسوندی زدی پا بچه مر شکستوندی سبا یک میزنی ناقص میکنی میکشی آخی. بله حالا من کتور دوست دارم من امروز از تو گذشت میکنم فقط به خاطر چی؟ به خاطر سادگی تو که شیرین عقلی تو امروز میبخشم. خوبه برسیدی چی گفتم؟ ولی اگر یک بار دیگه این اتفاق بفته خوب فیلم مرغات رو هم میفروشم خرگوشات رو هم میفروشم دیگه میسی بیبی تو رو هم تا نفروشم اگه لگم. خوبه خلاصه؟ من دیگه دلجم بگی دست خیلی تو به گوشاکو بگو اشتباه کردم بد کردم دوباره بگو بد کردم که من دیگه سکل پرشتم انا میگم برم به سراغ کمپالی بردارم خودی ترمز چای برم و بالا سر بچه خود دیگه من به تقل طبق و بخشا قایم نشم نه دیگه قایم نشو دیگه ولی تو ببخشیدم دیگه. خوبه تو اشتباه کردی بگفتی که دیگه کارو نمیکنم. گوشته یا نداره یک دایی برو مخواه تقل سنجبیته بخرم سنجبیته بگیری بستیرم بگیرم خیر بینید دست تو چکار کنم؟ این ماما جبار بیستی با مدار بچی هم لنگ بشکسته مثل که گناه بچی بوده برفته تشخیص بداده دکترها گفته گناه بچی شماله اگه نیمر میبخشید این مرتگه کلاورداره که تمام شهر بچوریده تشخیص سینه گرفتی شده